اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، عزیزان گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم. عزیزان، موضوع بحث ما عقیده هست و عقیده در پرتو قرآن و سنت. اصلا عقیده چی را میگن و چرا ما عقیده اسلامی را میخوانیم؟ دانستن عقیده در زندگی یک مسلمان چی حکم داره و عقیده چی مقام و منزلت و یا هم چی اهمیتی داره؟ در نخستین برنامه سر از این موضوعات بحث میکنیم. اول کلمه عقیده هست که عقیده در زبان عربی از کلمه عقد گرفته شده است و عقد غالبا در زبان عربی به معنای بستن میشه در بخش مادی و گاهی هم به شکل معنوی استعمال میشه. در بخش مادی وقتی در زبان عربی میخوانیم که عقد فلان الخیط، فلان شخص تاری را با هم بسته کرد، یعنی گره زد. و در اشیاء معنوی میگن عقد فلان شخص عقد نکاح نمود. پس عقد نکاح را به خاطر از این عقد نکاح میگن که بین یک خانم و یک آقای که با هم هیچ رابطه‌ای نداشتن، بین از اینا یک رابطه مستحکم خانم شوهری پیدا میشه. عقیده اسلامی را چرا عقیده میگن؟ به خاطر از که قلب انسان مسلمانه با خالق متعال بسته میکنه. کسی که عقیده اسلامی را نمیفهمه، به شکلی از اشکال شیطان قلب از را به اشخاص و افراد دیگی وابسته میسازه. اما انسان مسلمان موحد یکتا پرست فقط قلب از او ربط داره، ارتباط داره با خالق یکتا. در اصطلاح علما عقیده را میگن که هر چیزی که قناعت قلبی در او حاصل شوه و در او انسان شک نداشته باشه، او را عقیده میگن. پس وقتی ما مسلمان ها به وجود خالق یکتا ایمان داریم که او دارای صفات خاص است، ذات است موجود، ذات است یگانه، ذات است که دارای صفات عالی هست، در این عقیده ما هیچ شک نداریم. پس این را عقیده توحید اسلامی میگن. حکم عقیده چی هست؟ حکم عقیده نظر به آیت قرآن، وقتی شما بین به سوره محمد و آیت 19 ببینین، در آیت 19 سوره محمد الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین. فعلم، پس بدان ای پیغمبر و هر کسی که شما قرآن عظیم شانه میخوانین و به قرآن عقیده دارین، باید علم داشته باشین. فعلم یعنی بدان و علم داشته باش انه یقینا که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه
و قانون و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. نظر به یه آیت قرآن، یاد گرفتن عقیده اسلامی بالای هر انسان مؤمن فرض عین می باشه و فرق است بین فرض اعتقادی و فرض در سایر عبادات. اگر یک کسی یک عبادتی که عادی هست او را ترک میکنه، مثلا روزه بالای مسلمان فرض است، یک کسی روزه نمیگیره، این از دایره ایمان خارج نمیشه، مسلمان است، مؤمن است، ولی گناهکار است. اما اگر یک کسی با وجود از اینکه مسلمان هست در عقیده توحید مشکلی داشته باشه، بناهن این حتی از دایره اسلام خارج میشه. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح البخاری یک بابی را ذکر میکنن که باب العلم قبل القول والعمل، باب است درباره علم قبل از سخن گفتن و عمل کردن. منظور از امام بخاری در این باب چی هست؟ علامه بدرالدین عینی میگه که منظورش این است که علامه بدرالدین عینی، کسی که صحیح البخاری را تشریح کردن، اونا میگه که منظور این است که پیش از اینکه انسان سخن بگوید و پیش از اینکه یک انسان یک سخنی بگوید، قبل از او باید علم داشته باشه. عمر رضی الله عنه در مارکت های تجارتی که در اونجا وجود داشت، حتی برای تاجرا و دکاندارا اجازه نمیداد که اونا تجارت بکنن تا زمانی که قواعد و احکام اقتصاد اسلامی را یاد نداشته باشن. به خاطر از اینکه اگر کسی تجارت میکنه و قواعد و احکام اسلامی را نمیفهمه، حتما برای او مشکل در سود و در مسائل دیگه پیدا میشه. وقتی در مسائل اقتصادی اینقدر باید ما دقیق باشیم، شما ببینید که در مسئله عقیده بی‌تفاوتی برای ما چقدر مشکل ایجاد میکنه. به این خاطر دانستن عقیده توحید مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و فهم صحابه کرام، کسانی که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، دانستن عقیده با در نظر داشت امی سه اصل بالای هر انسان مؤمن یکتاپرست فرض عین است. خب شاید کسی سوال بکند که عقیده اسلامی چی مقام و منزلتی داره؟ مقام و منزلت هر علم به اساس معلوماتی که او علم برای ما تقدیم میکنه می باشه. رشته انجینیری، مهندسی رشته بسیار عالی هست. برای یک مهندس ما در جامعه بسیار ارزش میدیم. چرا؟ رشته از اونا مربوط میشه به ساختمان ها و ما نیازمند ساختمان ها هستیم. وقتی پیش یک دکتر طب میریم، دکتر طب یا طبیب برای ما بسیار ارزش داره. چرا؟ به خاطر معلوماتی که رشته که اونا دارن مربوط میشه به وجود انسان. حال عقیده موضوعش چی است؟ موضوع عقیده نسبت به طب، نسبت به هندسه و نسبت به تمامی علوم رتبه و مقام بلند داره. چرا؟ به خاطر آنچه در عقیده بحث میشه موضوع وجود خالق یکتاست، صفات خالق یکتا هست. بنابراین عظمت، منزلت و مقام عقیده اسلامی در معلومات است که درباره خالق یکتا هست. ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به قدر اندازه خیر و شر از جانب الله، ایمان به معاد، روز قیامت، جنت، دوزخ و غیره. به این اساس اهمیت عقیده در قرآن و سنت برای ما ثابت میشه. اگر سوال شود که عقیده در قرآن و سنت چی اهمیت داره، میشه درباره از او چندین دلیلی را بیان کرد. علما و دانشمندان عرصه عقیده اسلامی به این نظرند که عقیده توحید
ارزشش از آب، اکسیژن و غذا کده برتر است. اگر من آب نداشته باشم و یا غذا و اکسیژن نداشته باشم، تنها زندگی دنیایی من تباه میشه و برباد میشه و شاید من بمرم. اما اگر عقیده نداشتیم، خساره دنیا و آخرت است. هم در دنیا تباهی و بدبختی است و هم در آخرت. چرا؟ در شما اگر آیت 65 سوره زمر را باز بکنین در قرآن عظیم‌الشان و با دقت این آیت شریفه بخوانین، ببینین که الله سبحانه و تعالی میگه که ولقد اوحی الیک، یقینا که وحی شده به سوی تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، و الی الذین من قبلک، و به کسانی که قبل از شما بودن، لئن اشرکت، اگر شرک بیاوری، لیحبطن عملک، حتما تمام اعمال شما از بین میره، ولتکونن من الخاسرین، و شما حتما از جمله خسران کنندگان می باشین. شما دقیق تر در این آیت ببینین. ما در این آیت شریف یک فعل داریم، یحبطو. یحبطو در زبان عربی به معنای از بین رفتن و نابود شدن است. و الله سبحانه و تعالی به پیغمبر اسلام، به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که ای پیغمبر، لئن اشرکت، اگر خودت چیزی را در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله، در عبادت الله و در اطاعت از شریعت الله چیز را شریک کنی، لیحبطن. ببینین یحبطو فعل مضارع هست و به معنای از بین رفتن و نابود شدن است. الله نگفت که اگر شریک بکنی یا کسی را با الله در این 5 چیز شریک بسازی یحبط عملک، بلکه گفت لیحبطن عملک. از دیدگاه قواعد گرامری شما ببینین لام به معنای تأکید است، یعنی حتما. وقتی میگیم یحبطو ولی میخوایم بر کسی تأکید بکنیم برش میگیم لیحبطو. وقتی نون در آخرش 2 مرتبه دیگه تأکید میشه، پس 3 مرتبه تأکید صورت گرفت که لئن اشرکت، اگر شرک بیاری، لیحبطن، حتما و حتما 3 مرتبه تکرار میشه، 3 مرتبه تأکید میشه. حتما اعمال تو کاملا نابود میشه و از بین میره. ولتکونن، این قاعده سر تکونو شما می باشین. وقتی میگه لتکونو 1 مرتبه حتما می باشی، لتکونن نه 3 مرتبه تأکید شد که حتما می باشین شما من الخاسرین، از کسانی که خسران و زیان کردین. خیلی خطرناک است یک کسی نماز میخونه، یک کسی روزه میگیره، یک کسی حج میره، یک کسی عبادت میکنه، تمام عبادات و طاعات از اینا با یک شرک از بین میره و نابود میشه. این خطرناکترین چیز است در زندگی انسان. به خاطر از اینکه ما از نابودی اعمال خوب خود جلوگیری بکنیم، باید عقیده توحید به شکل حقیقی از او باید بفهمیم. در آیت دیگری الله سبحانه و تعالی میگن، این آیت هم در سوره آیت 31 سوره الحج، و من یشرک بالله، الله سبحانه و تعالی میگه که و من یشرک، و هر کسی که شرک بیاره به الله، فکأنما خر من السماء، مثل کسی است که از آسمان سقوط کرده باشه. فتخطفه الطیر، بازی را اختطاف بکنه و بگیره یک پرنده، او تهوی به الریح فی مکان سحیق، و یا هم تندبادی او را به یک جای دوردست پرتاب کنه. پس اگر کسی
شرک میاره و شرک وقت پیدا میشه وقتی انسان عقیده توحید به شکل درست نفهمید. وقتی انسان عقیده توحید درست نفهمید به شکل از اشکال شرک در وجود ازی داخل میشه، در عقیده و در فکر ازی داخل میشه. پسی از مقام بلند که در نزد الله داره یک انسان یکتا پرست، از اون مقام سقوط میکنه و مثل یک چیز بی ارزش میشه که یک پرنده عادی میتونه او را گرفته و هر طرف با خود ببره. به می خاطر است که انسان هایی که عقیده توحید درست نمیفهمه دشمنای اسلام و یا انسان های بیدین و مشرک دیگه به بسیار سادگی شکار میکنه، مثل از این پرنده و مثل باد ایره از صحنه دور میکنه و در یک جای بسیار دور ایره پرتاب میکنه که اصلا از صف مؤمنین و موحدین میبره. دلیل دومی که عقیده توحید بسیار اهمیت داره این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال زندگی که در مکه مکرمه داشتن تمام زندگی خود وقف توحید کرده بودن و برای آل و اصحاب خود کلمه به کلمه توحید، وحدانیت الله را و صفات الله را بیان میکردن. به می اساس وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال توحید درس میده، تمامی آیات قرآن که در عصر مکی نازل شده است در مکه مکرمه قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه، تمامی آیات درباره عقیده توحید است. 10 سال تمام آنچه از نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عبادی و اخلاقی و تمام نظامهای اسلام در 10 سال بیان میشه. عقیده 13 سال پیغمبر او را بیان میکنه. چرا؟ به خاطر ازی که اساس زیربنا و تهداب عقیده هست. اگر عقیده خراب شد دیوار تا به آخر کج است، تمام عبادات درست نمیشه. آن عبادتی که قبول میشه عبادت حقیقی از انسان موحد یکتا پرست است که خالق خدا با تمام نامها و صفاتش به شکل حقیقی بشناسه و مطابق اسما و صفات الله زندگی بکنه، زندگی عملی. یک حدیث است عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، شخصیت بزرگوار صحابی گران قدر ما ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بادروا بالاعمال الصالحه، شما مبادرت بکنین، پیش دستی بکنین به اعمال صالحه و نیک، فستکون فتن که قطع اللیل المظلم، فتنه های بسیار خطرناک مثل شب تاریک که روشنایی ها را از بین میبره اینا خواهد آمد. این عصر ما و شما هست. در این عصر چی مشکل است؟ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. استغفر الله. خیلی خطرناک است و خیلی دردآور است. یک کسی صبح مسلمان می باشه و یمسی کافرا و در عصر و مغرب کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. شخص دیگه شما میبینین که در شام در عصر با شما نماز میخونه، مؤمن است، و فردای این روز در نماز صبح میبینین که این کافر شده و از دین اسلام خارج شده. چرا؟ به خاطر ازی که تقسیم امت اسلام به فرقه ها و گروه های مختلف، ازدیاد مکاتب فلسفی الحادی، موجودیت احزاب کفری و بیدینی، اندیشه های که انسان از دایره ایمان دور می سازن، ای در آخر زمان بسیار زیاد میشه و انسان مسلمان وقتی عقیده توحید درست نفهمه، عقیده در اصل مثل ازی است که یک انسان در کامپیوتر خود وقتی شما انتی ویروس انستال میکنین
ویروس نمیتونه به کامپیوتر شما صدمه برسانه. و اگر شما عقیده توحیدی که از قرآن عظیم شان و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و از فهم سلف صالح اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین و تبع تابعینشان، اینا عقیده درست گرفتن، از او بگیرین، پس در ذهن شما عقیده توحید تمام ویروس های گمراهی های عصر آخر زمان از بین میبره. به این اساس است که عقیده اسلامی دارای این اهمیت است. دلیل سومی که عقیده اسلامی بسیار ارزش داره، عقیده اسلامی، عقیده توحید، انسان از ذلت و خواری و پستی در دنیا و آخرت نجات میده. شما ببینید کسایی که عقیده توحید ندارن، با وجود از اینکه انسان با کرامت است، با عزت است، به ذلیل‌ترین اشیا و ذلیل‌ترین حیوانات و پرنده ها و یا هم چیزای بسیار ذلت بار اینا خود پست میسازن. شما ببینید کسایی هستن به موش سجده میکنن، به درخت سجده میکنن، به چوب سجده میکنن، به سنگ سجده میکنن، او را معبود خود قرار میتن، خود در مقابل از ذلیل میسازن، به مجسمه یک انسان و حتی به حیوانات مثل مار و شادی و دیگر حیوانات، گاو، به این سجده میکنن. این ذلت نصیب کسایی میشه که عقیده توحید نمیفهمن. اما انسان مؤمنی که عقیده توحید به شکل درست از او میفهمه، و هیچ وقت بغیر از بارگاه رب العالمین سر خود حتی انحنا به غیر الله نمیکنه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و گفتن ای رسول الله، در امپراتوری های فارس قدیم وقتی اونجا دیدن که مردم به پادشاه ها و امپراتورها سجده میکنن، خدایگان فلان، خدایگان امپراتور، خدایگان فلان شخص و فلان شخص، به اونا رکوع و انحنا میکنن. از رسول الله پرسان کردن وقتی ما دوست خدا، که منظورشان از دوستشان شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، وقتی با او ملاقات میکنیم، ینحنی له، آیا بر از او خدا منحنی بکنه، یعنی مستقیم هستم، خط مستقیم، ایر میخوایم کمک منحنی سر خدا بر روزو سر خدا خم کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا، اجازه نیست، نه خیر. این عقیده توحید اسلامی است که بغیر از بارگاه الله به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کس سجده اجازه نیست. حتی سجده های احترامی که در امت های قبلی وجود داشت او هم در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. فقط سجده و انحنا از عبادت است که به ذات ذوالجلال شود. ای که چی دلایل دیگه ما به خاطر اهمیت عقیده توحید داریم، ایره در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. تا برنامه بعدی شما را به ذات ذوالجلال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.